قاتلین زنجیره‌ای جزو منفورترین افراد تاریخ هستند و تعدادشان کم نیست. در این ویدیو قصد داریم خطرناکترین قاتلین زنجیره‌ای را به شما معرفی کنیم. الکساندر پیشوشکین. این قاتل روس از مخوفترین قاتل‌های زنجیره‌ای بود که 64 نفر را به قتل رساند و همچنین ابزاری را در جمجمه قربانیانش فرو می‌کرد. این قاتل در روسیه اعدام شد. یانگ شین. این قاتل تا سالها کابوسی برای مردم چین بود. این قاتل در شب وارد خانه قربانی‌هایش می‌شد و با چاقو و اسلحه آنها را می‌کشت و سلاخی می‌کرد. او 67 نفر را به قتل رساند و اعدام شد. خواهران پاپی. این دو خواهر فرانسوی به خاطر فقر مجبور به خدمت به افراد ثروتمند شدند. در سال 1930 این دو نفر مادر و دختر یک خانواده اشرافی را به قتل رساندند و در دسامبر 1931 اعدام شدند. در دهه 80 میلادی این قاتل زنجیره‌ای وحشتی را در تمام لندن به وجود آورد. دنیس مردان جوان را به خانه خود می‌برد و به وسیله طناب آنها را خفه می‌کرد. او جسد بیشتر قربانی‌هایش را می‌سوزاند. ایسا ساگاوا. آدمخوار و قاتلی بیرحم که تمام عمرش را آزادانه در ژاپن زندگی کرد. او نفرتی از زنان غربی و اروپایی داشت و زنی آلمانی را در ژاپن به قتل رساند. بعدها برای گرفتن دکترا به فرانسه رفت و با زنی فرانسوی آشنا شد، اما این آشنایی خیلی طول نکشید و او را به قتل رساند. او توسط پلیس فرانسه دستگیر شد، اما سرانجام آزاد شد و به ژاپن برگشت. دونالد هاروی. این قاتل ملقب به فرشته مرگ به عنوان نظافتچی در بیمارستانی در کنتاکی کار میکرد. او ادعا میکرد که با وارد کردن آرسنیک به داروهای بیمارستان 87 نفر را به قتل رسانده است. این قاتل در 1990 اعدام شد. دنیس رادر. این قاتل قربانی‌هایش را مدتی زیر نظر داشت و مدتی بعد به خانه آنها می‌رفت و بعد از شکنجه آنها را می‌کشت.